مسئله های اساسی برای شما خدا کرده. یک چند سخن درباره داماد و عروس میگیم و یک بعضی مسئله های ضروری برای شما انشاءالله خدا خواهد سوال هاشنگی است حرکت میگیم. سوال شاید مرحمت انشاءالله واسطه مکتوب نوشتن انشاءالله دیر قدر امکان سوال های شما انشاءالله خدا خواهد جواب دادن و حرکت میکنیم. البته الله سبحانه و تعالی زندگی از دو انشاءالله خدا خواهد جوان عبارت است. انسان وقتی که به دنیا می آید تا سین 18 سالگی برای خوردن و آشامیدن، برای علم گرفتن انشاءالله، برای عقلش پیشرفت کردن انشاءالله چی دارد؟ محتاجی دارد. وقتی که 18 ساله می شود این چنین برای یعنی مرد باشد اشتهای زن میکند، زن باشد اشتهای مرد میکند و غذای انشاءالله جفت شدن یک جای شدن الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد مناسب می‌کند. برای همین وظیفه ما پدرها چی است؟ ما خدا خواهد تا سین 18 سالگی البته بچه ها و دختران را تربیه های خوب کنیم، وظیفه هاشون و حقوق هاشون را رسونیم. امروز افسوس زن گرفته است از بچه حقوقش نمیدوند، دختر شوهر که رسد تیار نیست حقوقش نمیدوند. در مابین 1 ماه و 2 ماه جنجال و در 1 ماه و 2 ماه مصیبت بالای مصیبت جدا شده است یا نمی. حالا چی برای چی پدرها شما بچه هاتون نمیگید نصیحت نمیکنی؟ برای چی؟ چون ناموس میکنی. تربیه‌گر معلم نخستین انشاءالله بچه و دختر کی است؟ پدر و مادر است. باور میکنه در نکاح بعضی مسئله ها را میپرسش دامله ها با نمیدوند حقوقش نمیدوند. وای زن گرفته است، وای دختر شوهر کرده است، صاحب عائله میشود، صاحب خانه میشود، نه ترتیب دارد نه انتظام. خفه نشید پدرهای عزیز. مقصد برای چی؟ چون که شما اکثرا در سفر هستید، در مسافرت هستید، نمیکنی بچه خدا خواهد تربیه کنی. دختر دست تربیه موندگی است، در 10 سال و 5 سال یک میایید دیدار میبینی با میزنی میداری کی تربیهش میکنه؟ امروز از تربیه بالکل جامعه دور شد. این گناه ها، این فساد ها، این عرق خوری ها، این زناگری ها، این فالبینی ها، این پرسنت ها، این دزدی ها، این دروغچگی ها از کجا است؟ از بی‌تربیتی است. عرب ها بیکار نمیگن که کیف یکون المربی تکون المربا. تربیه کننده چی خیر باشد تربیه کننده همون خیر بشد. عزیزی من شما و 18 سال تربیه کنید مولا نه، تا سین 7 سالگیش پدر مادر تربیهش کند. 7 شید بعد مکتب میرد، بعد نزد انشاءالله استاد میرد. تا 7 سالگی چی کاری کردیش میکنیش؟ بچه میگه نظیر نهال است. عزیزی من یک نهال امروز نشینونی برای نهال تربیه کردن هر روز اعتبارش میتی، هر روز میبینیش خواهش میبندی، در بخش اخلاق میبندی، در بخش شب و روز کار میکنی که میوه میگیری موزید دقیق بشود. نیکی انسان در چه برای چی تربیه نمیکنی؟ برای چی بچه ها و دخترات تربیه نمیکنی امروز؟ و یک امید با دنیا میاریش و یک امید لیکن از تربیه دور است. عزیزانی من چشمات نکشاید، ما دنیا کور کرد، پول و مال و چیز و چاره و کور کرد از تربیه دوش دست است. آدم بودگی چیز نیست. من در کوچه ها بین آدم بودگی بین دختران است. امروز بالکل دختران بیشرم شدن، بی‌حجاب شدن، لباس های برهنه دارن. امروز ما ناموس بکنیم، مردها امروز ناموس بکنن از لباسی پوشیدگی دخترهای شما، لباسی پوشیده زنهای شما. برای پیغمبر بیکار نگفت که زمانی میشود که کاسیات و آریات لباس پوشیدگی لیچکا می آید، لباسش میگه وظیفهش اجرا نمیکنه. بیچاره دختر حجاب کرده، سکه همون حجاب شود، حجاب کرده تمام وجودش میتابد. اما حجاب است، حجاب شرط زمین است که لباسش کشاد باشد. همون لباسی که پوشد که اعضای زنش نمایان نتید، همین حجاب میگن. حجاب که تمام وجود زده بونگی است. تاش به حجاب کرده و حجاب نصف است و کاسیات و آلیات نمیدرد، لباس پوشیدگی لیچکا. و باید وظیفهش اجرا کنند. یا مردها را میره سرگرم شدن با ترسو گردش و به ناموس به ترسو تو مردگی تو
کلام ناموس دیگه تو بطورش نگردی تو مسلمانی که تو الحمدلله مرد عورتش از در ناف تا دری باید که دانش باشد با پتریکا و بریجه هایی که شب خواب رو است در کوچه ها به ناموس گشته است ناموس هم در کار است یک بار به ناموس شده میم کده پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم بین میگن ناموسش میگن مثل عروسی تای چادر بود پیغمبر صلی الله علیه وسلم الحیا من الایمان حیا از ایمان است عزیزان من ناموس کردن از ایمان است نکن همقدر ما به ایمان شدیم همقدر مقدر مسلمانین صورت بموند از خلاص سیرت بگجا شد مقدر مسلمانی که امروز تمامی عالم ها هم عملش نمود و در این خدا مصیبت بالای ما شما است دامله ها هم به عمل شد پیشوا ها هم به عمل شد هرچند نگی باید که بیش شود بد شده است هرچند نصیحت ها هرچند الحمدلله جناب عالی دین برای ما شما کشاده داد برای پیشرفت کردن عقیم رفت است این جوان ها را بینید عبادت ها سریلیچ کنیلیچ تمامی سنت ها را ترک دارد زنهای ما شما را بینید که کتاب نمیکنه دینه پدر شما سره خدا کلام شما را معرف میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء ما مردها را تربیت کنند آفردیم در بالای زنها در بالای فرزندها در بالای عائله همون قدر به مسئولیت شدید باور میکنید این روز 18 دورمده است کلمه لا اله الا الله نمیدونه به چه مسلمان است کسی که کلمه لا اله نمیدونی گرچه نماز خونی نمازت قبول نیست اول تو ایمان آوردن در کار اول الله شناختن در کار باید بگو که لا اله الا الله محمد این از خونسالیش کو از گهواره باید تعلیمش نیست از گهواره تعلیمش نیست عزیزان من این روزه سین 18 اومدنه از گهواره علم طالحت است گر خواهی شوید در جهان خوش روی از گهواره طالحت دانش جوی عزیزان من امروز با ما داشتیم بچه ها را یک مادر پسر سر دانست است نبینید با مادر مینوسی بچه سرده بچه دختری خانه دیده میدید سرده به ناموس برای چه دخترهای مردم خار میکنید با ما داشتیم انشاءالله خدا این بچه دارا امروز کرال دختر دارا خار دارن خواهر نمش کرده خواهر سر به کوچه چه آتنه به کوچه ای به ناموس خدا خداری خدا همترین بدترین شده بیاد بعد دخترای نماز خانم خار دارن انشاءالله خدا خداری بد نیده میتید انشاءالله بعد میبینیم در تاپ شاد بکنن زنی اوله زنی اول بگن اصله دیمش کسله سیمش مرگه خدا خد انشاءالله دیم زن و سیم زن ها برفته سواته میدونم بعد میدونی که خدا خد زن چیه یکم زن چی بده دویم زن چیه اول حیات را نیست نکن در مابین یک مردم 5-6 آیله جدا شد تایکانی چی نیست بدبختی این اساسی تلفن که مرد وکی که گل زند اجازت بده از این مرد که به ناموس شب و روز دخترها که گل زند زن گرفته از بالا بازدیک داشته است نبینید این به ناموس نبینید تو کی هستی تو خدا خواهد دخترهای مردم را فیلم که انشاءالله دختر تا فیلم میکنن زن تا فیلم میکنن خدا خواهد انشاءالله دنیا قصاص است این جهان تو از فعل ما ندا باز نه آید سوی ما عکسی صدا انشاءالله 5 سال و 10 سال بندی هست تا بکن انشاءالله خدا خواهد مردم انشاءالله فیلم نکن دخترهای مردم حضر نزن دخترهای مردم خوار نکن انشاءالله دخترت خوار بشود از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد چی این جامعه چی شدیم این شایی چی شدیم چی شدیم کجا شدیم وجدان دارا کجا شدیم مردا بابای چی کاروای نگاه کجا شد اما مسابقه شده کجا شدیم تربیه‌گران کجا شدیم بوسته مردای با غیرت و با دیانت کجا شد امروز نصیحت کجا شد بالکل نصیحت برمده برفت بچه هم گفته نمیکنم گفتی طبعا همسایت میکنن گب در زن نمیگذارم زن گب در خانه نمیگذاره
باور نکنین شما معلم هستین، شما تربیه کنین، گذارین گفاتونه. بگو انشاءالله خدا خواهد شب و روز در نصیحت کردن زبان تکندن نکن. برای چی؟ نصیحت گمشید چونکه شب و روز در دست یک تلفن ساعتها بشینید. باور نکنید در کوچه ها سلامش به تیپ باورد کی بدست کرد گذشته اصلا نمیدونن از بالای تلفن خواه رفتن. یک ساعت کش انشاءالله، یک ساعت در خانت مجلسی خدا خواهد آدابی کن. کدامت کنی من گوهم یه هفته آیلت جمع کرده یک مجلس گذراندی درباره آداب، درباره اینکه سلام، در باب معامله مردم در کوچه ها کی کرد؟ نمیکنی، وقتت نیست دیگه. سید نوقت میاری، تلفن نوقت میاری، فوتبال نوقت میاری، خونه نشتن نوقت میاری، خواه رفتن نوقت میاری، لیکن نیم ساعت و یک ساعت آیلند صحبت گذرنده نوقت نیست. برای امروز بالکل جامعه به آداب شد. امروز بالکل جامعه رای فساد در تصاد است. عزیزان من چشماتک شاهد مصیبت است. مصیبت است که بچه هم گفته نکنن. با مصیبت شکایت دارن هنوز در کوچه آدم جان بچه هم گفت من نمیکنند. تو اگه پولدار شدی آخی پادر گفته میکنی. تو اگه پولدار شدی ساخر مادر گفته میکنی. که رکن بگیم مرا برگاه خلافت انشاءالله. مثل آخر بیچاره خاروزار چون تکتاشو بپول در رسی گشته آیلش نخونش نپول نیست. ای ناانصاف رسی رفته در رسی گشته زنش بیچاره در اینجا مردی کن. تو چکل مرد که زنت در کوچه سر میتی، چکل ویجدانه که خودت کار کتره خدا مرد کرده در سر توکی مونده. امروز من امسالش میتی چی گفا، چی واقعه ها، چی ناخوشی ها سرش نزاده و بدبختی خدا زده هم میبره خونش گفش برتافته سست بدبختی خدا زده با پیره بشکاله تلفون کاش اگه دست داده ارنه برانده سوده چون خدا زده پول دار لطف خدا دولت برام فان کردن این متوسرهای مردم داده انشاءالله برای اقتدار بالات میزند. پر خدا برای داده که مردم خیر کن محتاجون باید ما نکنیم بیبر حاجت شبلاری ثوابه رو ترسیا بکنید ثوابه که تو نونش خریدته ثوابه که خداخت بچه توی کنه تمیسی عبدالعزیز 4 تا بچه خداخت پیش از حد رفتنش 4 تا بچه بیچاره را توی کنه دادن اینا مرد بگوش اینی نکتر خانش را آر بردته خداخت نانش بردته بچه یک دانش کرده ندارم خونون انا مردی نخواه افیلت کنی بدبخت. همین است وظیفه تو. پولداری بخت است انشاءالله خدا خواهد. این پولداری اخوای خدا خواهد برداشته تو نمیکنی. نتون خدا میزند انشاءالله خدا خواهد. نشارتگه پول یافته مردم ها را دختراش فیلم دارن. زنای مردم ها را فیلم دارن. و من با پول خدمه خلاص میکنم. من با پول فلان میکنم. این پول ساعت نمیخیرم. تو آمرو تنرزم. آخر این زندگانی مردن است نگه حضرت آبروی نزد مولا بردن است و با آبرو برم یک آبرو از دنیا برم شرمندوار نرم به ناموس نرم از دنیا. خدا چرا احسان کرده در این جامعه مردم اگر هر کاری که میکنی جزا دارد هر کاری که میکنی انشاءالله مکافات دارد شاید این مکافاتی عمل غافل بشه. گندم ز گندم روید و جو ز جو چون این میگوید پیری معنوی هر چی کاری همان بیدرلی هر چی کاری همه بیدرلی اورا نشد. خدا خواهد انشاءالله جوانی کاری کشکه نمیگیری یا سبزی کاری خدا خواهد پیاز نمیگیری. حضرت لقمان حکیم استاد خوجهش گفتن کل بودن غلام بودن گفتن هم بچه هم امسال گفتن جو کار جو دار کاری گفتن هم چی کاری گفتن همه بگیری گفتن چی کاری همون سه بگیری اولا نشا اگر در این جوانی دیکارا کلاشی البته جزاش بگیری خدا خواهد پیش الله هم پیش مردم هم جزاش بگیری چشماتون اکشای تربیه کنیم انشاءالله خدا خواهد. تو من مرده که گفتن زمان درازی میکن مردم حقوق دارد زنم حقوق دارد چیلی خودش میدانی زنها را حقوقش از مردان زن برنده است و
پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم زنهاش بنیاد حرمت میکردن، عزت میکردن. پیغمبر من خیارکم لنسایی، بهترین مرد بهترین من همان مرد است که با زنش خلق رفتار خوب دارد. پیغمبر بها داد بهترین مرد گفتن که با زنش معامله خوب دارد. زنش انشاءالله به نفقه تامین میکند، زنش اعلام میخوروند میپوشوند. خدا قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عاشرهن بالمعروف، یعنی شما گفت با زنها تو خوب زیبا انشاءالله خدا خود معامله کنی. یعنی خودی میخورانیش، گفتد مونم ششتی خری ششتیکش بیار، گوش خری گوشتش بیار، آش خری آش میاری. نفقت تو تامین میکنی خدا خود. زنها را گفتی از حضرت فردوسی زنها را بس از یک هنر نشینند در خانه و زاین شعرانی نر. آقای زنها که وظیفه‌اش همین است، خدا خود در خونه میشینند چیکار میکند؟ انشاءالله خدا خود شعر بچه ها تولد میکند، شعر بچه ها را به دنیا میارد. خانه تا خدا خود پاک میدارد، خانه تا آزاده میدارد، خانه تا انشاءالله نگاه میدارد. اولای حضرت بای عمر بود بین، یک مرد میگه شکایت اومد. گفت خب گوش کن. از بالای زن شکایت پیش حضرت عمر اومد. برام گفت عمر را گفت شوهر زن من حرمت ندارد. یک نصیحتش کنه. اومد که زن عمر داد دارد. گفت از ای عمر تو 125 دولت پرزیدنت باشی، در خانه چای نیست، در خانه نمک نیست، جنجال که رساند با شوهرش. حالا اگه مرد گفت من شکایت کنم، این زنی گفت از من زنی من با بدتر بس بیا خیر گشت رفت که حضرت عمر بود دیدم این مردی خدا اینجا بیا کجا آمدی؟ گفتن بالای زن شکایت بیا زنی شما زنی من میگذارید است. گفتن اینجا باشی بچه جان. زن گفتن این چراغی خانه است. زن گفتن انشاءالله تو عرضه بد میگردونم، زنا نمیکنی، با زنا نمیروی. زن خدا خواهد به تو فرزند تولد میکند، افقات میکند، لباسات میشود، خانه تا پاسبانی میکند. این کار نیست که تو در را پیش رای طلاق میگیری، در را گم کردن نمیخوای. گفت این کار نیست. ما شما هم سیاه گفتی در را یک ماه و نیم مانده چی فلان بود پیستان بود با بیچاره زن بیمار شود برده میپاکستیمش. ولی خدا خواهد او درد میتید خدا تنده. این انسان بیمار میشود، صحت میشود. عزیزان من بینه با کار بینید. اگر مرد بیمار شود زن خدمت کند ثواب بدست، زن بیمار شود مرد خدمت کند گناه بدست. نبینید اشاره دشمنات کجا یاد گرفتی؟ شما یک جایه میشین انشاءالله خدا خواهد هر دو میشین، بعد حیات شیرین میشود. با امروز عروس میارن خاندان بعد فقط برای لباس امروز عروس که رسادیم برای لباسش در لباسش حساب میکرد. اپت چی کرد؟ حیات از لباس عبارت نیست عزیزان من. یک تا لباس خدا خواهد 10 سال 15 سال میپوشید. حیات از معامله عبارت است، حیات از رفتار و گفتار شیرین عبارت است. همین امروزه میگم که همین امروزه خوشنامنا خودش که عروس نشی داشت و تا دین خودت گوسله بود یکی بود گاو شدی. تا دین ترام خطاها میکرد بیچاره خوشنامن رو پوشش میکرد. بیچاره خوشنامن در این جاش یالم نمیکرد، شکایت نمیکرد که هر میشود آخی یه روز نه یه روز خدا خواهد میشود. دیگه امروز چیه یاد کرد؟ در 1 ماه و 15 روز سیریت کردی شبراده این خوشنامنهای بدبختم کوچه به کوچه سیریت کلیش عروشی گفته بفرات است. فلان است فلان بود پیستان شده. خود تربیهش بکنی خدا خواهد. تربیه کننده انسان است. به خطا کی است؟ اگر بچه تا خطا شد اگر خوشنامنی حساب کند به حساب است. حتی اینکه جوانای بلد که خوشنامه‌اش در یک تینه میگرفته است. پدری و عروس پدر نه، مادری و مادر نه، خواهری و خواهر نه. دوم روز یک جو واقعه با اپت کم نمیزنی، با اپت کم نمیزنی و بیچاره دختر با کی کم زنه. خانه اپت نمیری، خانه اپت نمیری. این کدام شرط است؟ این بیعقلی است. خودت به اتا اپت زندگی کم میتونی؟ خودت کوچه دریا رو 3 بار رفته تا میبینی، دریا رو سلاخت 4 بار مادر تو میبینی.
و عروس هم طبق مسئله فقهی هر روز جمعه حق دارد رفته پدر مادرش زیارت کند. هر روز جمعه برش کنید انشاءالله خدا خواهد. برای چی؟ باید پدرت است و مادر شماست عزیزان من. شما دو پدر دو عروس مادر داره. امروز داماد بین خدا خواهد. امروز همون بیچاره و بچه دخترش این داده بچه هم گفته قبولش میکنه خانش نمی. باید همون دختر خدا خواهد یک ساعت بعد خاندان بیاید باید دختر هم قبولش میکنه یا بیگانه گفته که نیست. شما گو عالیش میشه. شما خانه وی ده فرزند میشین وی خانه شما ده فرزند میشه. وی هم پدرتون است وی هم مادرتون است. عزیزی من حیات نبراد. این دشمنای اسلام شما را کور کرده. شما را همیخه طبقه ها را جدا کرده ما شما طبقه ها را جدا میکنشته. این بچه داری بوز کرار. این دختره بیچاره در سیدای ما نیسته سادیم دامنا جان. ما دختر داده در بلا مونده. این دختر که حامله شود برای مادر نگهت کند. به ناموس باید خدمت تو داره کن. این کدام خدا خواهد ایمان است کدام وجدان است که بیچاره بیمار شد بری پرتایش. چی هستی؟ کجا رفت هستیم ما از اسلام هم دوریم از دنیا هم دوریم. امروز کلمان خدا خواهد ظلم داشت یعنی خسرو خشتمانا خدا خواهد ظلم شه جواب شه میگیری. پیغمبری بزرگان محمد صلی اللہ علیه وسلم حیات خوند خود که یک ظلم کنه هر روز یک کاچت کرد میفارد. هر روز یک حقارت کردن گیرد میفارد. حقارت کردن این منافقی است. علامت منافق 4 تا است. بین گپ زند دروغ بگرد. عزیزان من امروز بالکل دروغ چشیده. بالکل تلفن کرده بیگانه دختر کرده گپ میزند شوهرش پرسد دیگه زنش پرسد نمیدونم چی نمیگرد با دو گوش میکنه کار نباشد فلان پیستان. این علامت منافقی است. منافق دوزخ پسترینش میره اینا نبرد. گپ زند دروغ میگم وعده کنه خلاف میکنه. وقتی که وعده میکنه خلاف کارش میکنه. امروز من ببینید این مردم ها که ایسته گشتیم پلا را گرفتی فندش داره. یک بابت تخلاقات سال شده پول شدن منافق با نماز میکنه بعدش بیچاره را کینت داره انشاءالله خدا خواهد. این تمام سوداگران با داد اومدیان گرفته است گرفته برفته است از خدا نمیترسی تو منافقی. گرچه نماز خوانیم الله سبحانه و تعالی نماز نه فایز نیست برکات ندارد. سیوم میگیرد امانت گیرد خیانت میکند. اگر امانت یگان کسی است و که امانت نزدی تو بیستد همون امانت خیانت که کردی منافق هستی. از خدا نمیترسی انشاءالله خدا خواهد. از الله هم مهربان بترس. از خدا ترسیده انشاءالله طاعت عبادت نماز خوانی ارگینال شو. فریب نکن مردمان امروز مردمان امروز ظلم نکن الا جواب میتی پیش الله سبحانه و تعالی. این دنیا مگذره داری خدا خواهد. برای همین امروز دعا اجابت نشده است. چون نشده است چون که بالکل همه دروغچی همه کیدت همه فریبگر همه نیران باز شد. اگر از گفت من خفه شد در کار شد من حجتت کنم میتی در کار باشه حجت کتیم لیکن ایزای مومن حرام است از خدا میترسم. اگر ایزای مومن حرام نمیبود فقط و رقم کت انشاءالله خدا کرد کی در کجا چی شده است چی حالت شده است یک به یک میکنید. برای من پیغمبری بزرگتن که کار پیش از وقوع شدنش پیش گیره. برای چی کار پیش از وقوع پیش نمیگیری؟ بیچاره سوداگران دورمدون یک دکان 4 تا دفتر قرض میگه 30 ساله فعالیت کاریم من باید مدل برای حج پیش برم 30 ساله یعنی قرض استاده میگه مرده برا پیش داملا جا با قرض منی الله نمیبخشد. انسان 2 حق دارد. حق الله است حق العبد است. حق الله نماز است روزه است زکات است حج است. خدا خواهد میبخشد نخواهد جزا میدهد. لیکن حقی که بین دو بنده میشود الله نمیگذارد. حتی موری اگر در قبر شنگت میزند فرشته تا میگد قرض ادا نکنه که شاهده نمیشود.
خردار جنازش درست نیست. من التماس میکنم کسی که قرض بلند دارد بگو من پیشوا باشم جنازش میدارم بچید. چی هست این مردم فریب کرده گشته؟ پول داره نمیتیه ناانصاف، پول داره در چون تکش. پلیس داده پولی چیزی هم تا بد بخشیدی نه. باید گرفتارش آسون نه، تا گرفتارش هم بمونه. ما را پیچلک بزن در اطلاف اکا جان خدا 15 روزک 20 روزک سهر میبینی که یک کوتی رسیده. این بیچاره را دوله نکنه شما. و بیچاره سوداگرها چندینش دروازه‌ای سوداش بست. من که بای جانم بچه هاش من پرسیدم که یک مگزینی تیسی چی گفته این استایی بود تیسی چی گفته بیچاره کشای تیسی چی بشم تا رسواشی در خلافت شهری یا تو تلکون گرفته گشته. گفتم برادری برای چیم دکان محکم کردی میگه دامنا میگه قرضا رسواشی اما گرفته با میکش رساده است بعدش قسم خورده است از خدا داده با قسم بازی نکن با پشیمان رفته است من با قرآن قسم میخورم من با قرآن قسم میخوری که من این پولا نگرفتم نه که گرفتاشی جواب میتی آره نشم زنشم یانه نمونده است ناانصاف زنشم زن میمونم با زن و قسم میخورم که من پولا نگرفتم گرفته که پولا خدا میزند تو با قسم بازی نکن خدا خواهد انشاءالله من هر قسم خورده میدونم که امروز نون نمیاد بخورم هر قسم خوردگه که امروز گریسته گشته تو با خدا بازی نکن خدا خواهد $1000 خدا خواهد 10 میلیون و 20 میلیون با خدا بازی نکن گفتی حضرت بهادی نقشبند شمشیر خدا صدا ندارد بعد از زدن دوا ندارد شمشیر خدا نمیبرد خونت فخص پره کورت میکنه پیست میکنه مخاوت میکنه انشاءالله خدا خواهد هر کیون کس از پتی بینی زده میبرد بعد گریه میکنی بعد دار میگوی بعد انشاءالله خدا خواهد از الله نمیترسی از خدای مهربان نمیترسی از خدا دست توری کار کن توری معامله کن توری رفتار کن چون با همین درجه مسلمان رسید می حتی امروز کافرها از مسلمانان نفرت دارن میدانی من شهرهای روسنده بینن بیچاره کارش فرمیده ساده است پولی وقت زیده اومده است از خدا نمیترسی یا وای کافره و وای بنده خدا نیست بگویی گفتی مولا میگه بخاری سوی کافر هم مبینی مبادا که فروزد شمع دینی میگه کافر هم بچهش میبد نبی اگر خدا بخواهش انشاءالله اولیا میشود خواهد انشاءالله عالم میشود چندینش بیچاره پلا زده آمدی چندین بچه‌ها کافر پلاش ندادسته و حرام از زندگیت همه آیلت نمیخونی نمیفهم نکنی بعضی خدا خواهد پس نکاح میان رو شده مردم فریب کرده پلاش خود است از کل نمیترسی از الله عالم ناموس نمیکنی و بیچاره هم به یک میپرفته زندگی من ناز میکنم بچه یکام میخورم میپوشونم و یک فریبش کنم خدا خطا هم فریب میکنی من خدا خود یه پیغمبر میگم کسی را که فریب کنی البته فریب میکنم انشاءالله یه روز هم که داد بشری خدا باید اف بندازیم با بعضی وقت شکشت است از کن همچنان میشه مردم اگر خدا خود غارت کنی همچنان میشه جزاش از از ظالمان چشمات کشا نتانی پس ردیگی نکن انشاءالله خدا خود نتانی برام کارک نکنون یک سو میای دست میای بیا حلال آیله کتی بخیر از خدا بترس انشاءالله خدا خود این حرام است کسی که حقی کس هم میخرد حقی کس میگن لذت برات برکامد گلوگیر باشد روز قیامت و روز قیامت گلوگیر ندارد و صاحب حق پیغمبر گفتن که میدانن شما مفلس ها کی هستند صحابه گفتن مفلس همی کسی میدانم که پول ندارد چیز ندارد روز قیامت همچنان مفلس ها میآید گفتن صاحبای یعنی قرض تمام طاعت عبادت چه میگیرن تمام گناه و دستش میپرتن نمازخواه باشم دوزخ میره از خدا بترسی روز از خدا نمیترسی تا اگر از قیامت بترسی روز قیامت رستاخیش بترسی کار نمیکنی این کار نزدیک هم نمیکنی تو ایمانی بقوت هم نداری این کار کسی که میکنن اچاره بعد جوان میگه 2 ماه 3 ماه میگه کار کردم پول من ندادم میگه میشیاری من دیگه جوابش نمونم اچاره میگه هیچی
پلا گرفته میگه خودش کار میده گرفته برفته. از خدا ناموس نمیکنی، از خدا نمیترسی. بیچاره 3 ماه بیکار کار کرد، آیلش زندگیش روزگار شد، بچه خدا خواهر نیت که تی برفت به فریب کرده بخوری تو مسلمانی باید و حقیقی ایمان داری باید. از الله ترس عزیزانی من، ایمان مستحکم که انشاءالله خدا خواهد حلال زندگی کن. امام حنبلی صاحبی مذهب است، عروسش نفت است که دایم یا امام مانگش نگم بلمو حرام نخوریم که عذاب خدا نطاقت نداره. حلال را حساب، حرام را عذاب است عزیزان من. ولی حرام عذاب دارد، ولی عذاب شما میکشی انشاءالله خدا خواهد. عذاب شما میبینی بعد یکی وقت میگذرد. من از خدا ترسید انشاءالله خدا خواهد. همه ما انشاءالله خدا خواهد حرکت کنیم تا عبادت کن، نماز خونم عزیزانی من. سبب همش به نمازی است، یا که نماز خوانم حالی فیض نمازم، نماز شیرین لذتاش نمیدونم که خدا میگه این الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز میگه شما را از کارهای فحش و فاحشه باز ندارم، لکن ندادت به نماز نیست. نماز میگه سری صدق و صفا نیست اگر در کعبه گذاری روا نیست. این نماز که پاونه اگر کعبه نخونش روا نیست. حاجی برفت اگر 63 میلیون در پولی حروم کتی براو خداش تا قبول نمیکند. خدا همچنین قبول میکند پاک باشی، حلال باشی، پولی حلال داشته باشی، یا که بچه اکاتا دوزی خورونده ساده هدانی ما نبت من الحرام اولا بالنار. پیغمبر آن چه که میسبزانی به دنیا میار میگه حرام و دوزخی است. فقط بیچاره همون بچه اکاتا دختراتا هزمی دوزخ چی میکنی فقط. همین مسلمان شوی ارگینال شو، مسلمان شوی حقیقی شو انشاءالله. مسلمان باش از تصدیق جانی، نه اقرار از تو نوکی زبانی. نخواهم بلو که زبان مسلمان تکشت نگیری. مسلمان دوست امروز، مسلمان عراقخور، مسلمان زناگر، مسلمان پرسنچیک و پرسن داده سده. مسلمان دوست، مسلمان دروغچی، مسلمان فریبگر. اما کجا رفتیم از ایرانیم؟ این کجا شد این نماز؟ اثرش کجا شد؟ این طاعت عبادت اثرش کجا شد؟ خود بالکل فساد نبرفته. از الله نخواه نترسه. عزیزانی من خزم خدا در معصیت های گناه زیاد شدن گیره الله بلاش مدد بگیرد. شما با تاریخ قرآن یک قسمش تاریخ است، با تاریخی پیشین مردمان نظر انداز. همون قومای سرکش، قومایی که بدبخت شدن الله یک قدر تازه کرده است. نست و نابود من صالح علیه السلام قوم آدبین. آد قومش میگه چنان جوسه های کلان کلان داشتن، خانه های بلند بلند داشتن. سوره فجر تفسیرش خون ولم یخلق مثله بلد. خدا میگه مثل این میگه ما شهرها نآفریدیم. همش بود پرست شید، گوساله پرست شید، شیطان پرست شید. حضرت صالح گفت شو مذاقش کردن، گفتن تو جنی شدی. گفتن ای مردم گرد لا اله الا الله کن، نماز خون.